ساخت اکانت پروفشنال در این ویدیو با شما آماده شده میشه. قبل از اینکه بریم طرف آموزش، کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو ما رو لایک کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید و زنگوله رو فشار بدید. خب دوستان، اولین کاری که میکنیم وارد پلی استور، یعنی اپ پلی استور موبایلتون، یا گوگل کروم یا گوگل آواز میکنیم. اول پلی استور آواز میکنیم و اینجا دسترس میکنیم، به خاطر که ما به ساخت اکانت پروفشنال با یک وی پی ان نیاز داریم که ما را به کشورهای خارج، یعنی کشورهای سوم که قابلیت ساخت اکانت پروفشنال داره، ما را متصل کنیم. و اینجا شما سرچ میکنین سوپر وی پی ان. سوپر وی پی ان اینجا میبینین که دو تا سوپر وی پی ان است، پروس یک سوپر وی پی ان هر یک رقم است. ما از اینیش انتخاب میکنیم و میبینین شما باید انستال کنین، چون که ما قبلا انستال کردیم. ما بالای اوپن میزنم، منتظر میباشم که این صفحه با ما خود لود کنم. میبینین صفحه داخل لود شدن است و اینجا شما در بخش سلیکت کانتری برین، یعنی به همون کشوری که میخواین شما اکانت پروفشنال جو کنین همون کشور انتخاب کنین. مثلا کشوری که دارای ساخت اکانت پروفشنال کشور جرمنی است، یوکی است، لندن است، کانادا است و خیلی کشورها. ما اینجا کشور یوکی یعنی یونایتد کانادا انتخاب میکنم که پایتختش لندن است و گزینه کانکت میزنم. ببینید که کانکت شد و سپس از اینجا بریم و در بخش کروم، یعنی در کروم موبایل خود میرین، چی کروم باشه چی گوگل فرق نمیکنه، هر دیش چی است. در کروم خود میرین و اینجا در گزینه سرچش یا نشان میکنین tiktok.com یا اینجا تیک تاک است. در سر تیک تاک میرین، مراقب باشین تیک تاک دانلود نکنین. نیم سر تیک تاک میرین. خب دوستان، در سر تیک تاک آلا کلیک میکنین و اینجا در بخش پروفایل میایم و اینجا شما در بخش لاگینگ، اینجا لاگینگ است، اینجا لاگینگ کلیک میکنید و اینجا با شما میخواد که آیا میتونید از طریق ایمیل، از طریق شماره نمبر، از طریق فیسبوک میتونید وارد شید، میتونید جور کنید. ما اینجا از طریق گوگل اکانت جور میکنیم. ببینید که با شما ایره نامری کنیم که شما نبینید چه اکانت شخصی است. ما جور میکنم با شما. خب دوستان، امو گوگل امو جیمیل انتخاب کنید که شما در او اکانت جور نکرده باشید، اکانت تیکتاک جور نکرده باشید، جیمیل تازه باشه، نو باشه. و اینجا من جیمیل خود انتخاب میکنم و منتظر میباشم که صفحه لاگین شه و لود شه. ببینید که صفحه لود شد و اینجا شما گزینه کانتینیو را، اینجا گزینه کانتینیو را کلیک میکنین تا دیگه صفحه بر شما باز شود و مراقب باشین که اینجا زبان انگلیسی نه یونایتد استیت انتخاب کنید. او پین که روشن باشه و خود به خود اتوماتیک نمیتونه براتون میه و اینجا من انتخاب کنم کانتینیو گفتم و اینجا شما فکرتون باشه که شما باید این دقیق، یعنی اگر چیز است یا چیز یادداشت کنید. اگر کد یا هم جیمیل اکانتتون یاد رفت، میتونید از طریق زمیان، از طریق تاریخ تولد دوباره میتونید اکانتتون رو ریکاوری کنید، دوباره برگردونید. و اینجا مراقب باشید که سنتون زیر 18 سال، یعنی 18 سال به بالا، زیر 18 سال انتخاب نکنید، یعنی 18 سال به بالا انتخاب کنید. مثلا 20 و 23 ساله، یعنی 19 و 1، یعنی قبال 18 سال به بالا میشه. و اینجا گزینه نکست میزنید و اینجا برای هویت شما تشخیص بده که شما مصنوعی چیزا نباشید. با شما این تکس میه و شما این ام رقم یک دیگه است، مثلا دو تا این بود، ام رقم یک دیگه بود، دو تا اردوش این بود، همون انتخاب کردم و از این مرحله شدم. و این چون وقت ضایع نشه، من امو نام ها رو هم پیشنهاد دارم، یکش انتخاب میکنم و لاگین میزنم. قسم ببینید دوستان اکانت لود میشه، تازگی لود میشه و اکانت ما در اکانت ما جور شد که همون اکانت بود که خان رشاد 0 جور کردیم تازه. و از این بخش ما بریم حالا میایم در بخش تیک تاک موبایل ما. اما اپلیکیشن تیک تاک در موبایل تا نصب میکنیم و واردش میشیم، برای پروفایل میزنیم. خب دوستان، از این اکانت ما لگاوت میشیم و داخل همون اکانت ما داخل میشیم. ما اینجا بالای اد اکانت اینجا کلیک میکنید و اینجا don't have any account اینجا کلیک میکنید و اینجا شما میتونید از طریق گوگل with connecting with Google، اینجا شما continue with Google اینجا شما کلیک میکنید و اینجا همون جیمیل کمیل انتخاب کنید، تیک تاک ایش از گوگل کروم همون را شما انتخاب میکنید که اینی جیمیل است. من الان انتخابش میکنم، چی شد؟ اینجاست، اینجاست. اینجا شما انتخاب میکنید همون جیمیل کمیل تازگی جور کردین و منتظر میباشین تا که صفحه تیک تاک لود شه. و ما در این بخش چک میکنیم که شرایطی چک میکنیم، کدام کشور است چک میکنیم در این بخش و ادیت پروفایل چی رقم ادیت کنیم در این بخش. نه بر شما چک میکنیم، میاموزیم که چی رقم
میتونیم همین چیزا رو بفهمیم و چی رقم میتونیم تغییرش بدیم. و اینجا برای پروفایل میرین، میبینید که مو اکانت است ما تازگی جور کردیم و اینجا بالای 3 نقطه موبایلتون میرین و بالای setting and privacy در این بخش کلیک میکنید. وقتی که بالای setting and privacy کلیک کنید متوجه میشید صفحه لوچه و اینجا بالای اکانت یعنی بالای اکانت گزینه اکانت شما کلیک میکنید و اینجا گزینه های زیاد پاسورد چیزاست میتونید تغییرش بدید و اینجا بالای اکانت کلیک میکنید و اینجا میبینید که راجستر یعنی لوکیشنی که شما با اون اکانت جو کنین یونایتد کینگدم است که پایتختش لندن است. شما به این کشور جو کنین و از این گزینه ما برایم دگام و اینجا باز هم بالای 3 نقطه کلیک میکنیم و اینجا گزینه انال تیک تاک سیری کلیک میکنیم که این اکانت که ما تازگی جو کنیم ما گزینه اکانت پروفشنال داره. قسمی که میبینین این گزینه های اکانت پروفشنال داره، مثلا کریتر یور پروگرام است که تنها در اکانت پروفشنال وجود است، کریتر مارکترز مارکت پلیس است، تیک تاک شاپ است، موزیک است و خیلی چیزا رو مثل گیمینگ پروگرام است، لایوینگ است. این چیزا رو داره مثل چک اکانت و مهمترین گزینش که در همه اکانت پروفشنال وجود می باشه کریتر یور پروگرام است. خب دوستان میریم چک میکنیم کدام شرایط داشته باشیم تا که بتونیم از تیک تاک کسب درآمد کنیم. قسمی که در اونجا براتون گفتم شما باید سنتون بالای 18 سال انتخاب کنید تا اینجا تیک مارک بخوره که بخاطر شما بدونید کسب درآمد از تیک تاک شروع کنید و شما باید 10,000 فالوور در تیک تاک پوره کنید. برای این شرایطش است باید شما پوره کنید تا بتونید به کسب درآمد تیک تاک برسید و در 30 روز باید 1,00,000 فالوور در تیک تاک پوره کنید. وقتی که شما این چیزا رو پوره کنید حالا برای گزینه نوتیفیکیشنز امی گزینه سرخ که اینجا است این چیزا میبینید پوره میشه با شما این گزینه رو میزنید و با 48 ساعت تیک تاک اکانت شما رو چک میکنه و گزینه درآمدزایی شما اگر اکانت شما مشکل نداشته باشه چیزتون با شما فعال میشه. دوستان بالای ادیت میتونیم عکس پروفایل تغییر بدیم، نامش تغییر بدیم، یوزرنیمش تغییر بدیم و چیزی که میخواین دربارش صحبت کنیم. خب دوستان چینل ما سابسکرایب کنید تا ویدیو بعد. السلام علیکم.